فصل جنگ و میراث برای آینده با آغاز فصلهای پی در پی و تازه انتخابات به نظر می رسد جنگ و خونریزی شدید طالبان به بخش اصلی این داستان در حال تبدیل شدن است. طالبان هم دیگر تکتیک جنگی را تغییر داده و از نبرد گوریلایی به جنگ جبهه‌ای رو آوردند. به باور برخی ها آب گلالود سیاسی فرصت خوبتر را برای ماهیگیری طالبان مساعد ساخته است. در حالی که هر روز در خطهای اول جنگ سربازان افغان کشته می شوند، اما از سوی دیگر جنگجویان طالب القاعده با سپردن لباس نو رها می شوند و توجیه همین که دیگر نمی جنگند. به هر حال امروز نه شرق مسون است و نه جنوب، نه شمال آرام است و نه هم غرب، اما تنها چشم امید بس سربازان افغان دوخته شده، سربازانی که دیگر بدون پشتیبانی بیرونی امنیت را باید تامین کنند. اما اینها همین حالا نه تنها از پشتیبانی هوایی محروم شدند، بلکه استفاده نکردن از سلاح سنگین نیز به تقسیم اوقات کارهای ممنوعشان افزوده شده است. سرانجام باید گفت با وجود چالش‌های موجود به باور برخی‌ها این نیروها از هر وسیله ممکن برای عقب زدن طالبان استفاده نمودند. و آخرین مورد هم چند فرمانده نظامی با سررسیدن صبرشان امر کشتن بدون بستن طالبان را دادند. اما چند پرسش: تفاوت کمی و کیفی نیروهای امنیتی از 13 سال پیش تا امروز در چیست؟ چالش‌های امنیتی و فرصت‌های تامین امنیت برای حکومت آینده کدام مواردند؟ و در نهایت آیا حکومت جدید همچنان میراثدار فصل جنگ خونین خواهد بود؟ سلام و وقت بخیر بیننده طلو نیوز و طلو با من مسلم شیرزاد هستید. خانم شکریه بارگزی عضو کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان، آقای عارف سروری رئیس پیشین امنیت ملی و آقای عمر صمد دیپلمات پیشین که از ایالات متحده آمریکا با خود داره. مهمانان گرانقدر خوش آمدید. آقای سروری، از دید عملی تر و تجربه‌ای که شما دارین اگر نگاه بکنیم، زمانی که چند مورد را خانم بارگزی آمدن بر اشاره کردن، نبود مدیریت مسلکی، فساد موجود، کمبود تسلیحات و مهمترین گپشون من فکر میکنم نبود اراده سیاسی و نداشتن یک تعریف مشخص و یا تعهد مشخص سیاسی برای از اینکه شما دوست و دشمن را بخواید نشان بدن. در کل کدام مورد زیادتر چالش برانگیز بوده و به گونه نیروهای امنیتی را با چالش مواجه ساخته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما میهمانان محترم. در شکی نیست که حرفایی که گفته شد دقیق است و مهمترینش میتونم ما از سطوح بلند فکر کنیم، یعنی رهبری سیاسی یا اشتباهات سیاسی طی سالیان گذشته سبب شده که اگر روی نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان جای ضعیف شده، اگر دشمن تانسته از فرصت ها استفاده کنه، اگر مداخلات خارجی افزایش یافته، میتونه بیشتر ناشی از ضعف رهبری و چیزی که تعریف شد حتی نداشتن استراتژی مدون و معقول نظامی دفاعی و امنیتی است. باید از دوست و دشمن که جز از این استراتژی میتونه باشه تعریف روشنی می بود. مردم افغانستان بارها گفته شد، ما وقتی که افتخارات 13 ساله میگیم، این حکومت به برکت مبارزه علیه تروریسم و شکست تروریستا به وجود آمد. دنیا جامعه بین باید مردم ما بفهمه و کسایی که در اون وقت اساس می حکومت وحدت ملی یا اجماع ملی را انجام دادن به چه خاطر بود؟ دنیا چرا قبل از او حتی کشورهایی که امروز دوست هستند با یک نوع بی‌تفاوتی به افغانستان میدیدن؟ حتی مداخلاتی که یک کشور همسایه مثل پاکستان در وقت داشت جلوش میتونست در وقتش امریکا یا انگلستان بگیره، چرا نمیگرفتن؟ در طول مدت به هر صورت در سطوح رهبری سیاسی دولتی مشکل بوده. تغییر پالیسی های سیاسی در سطح ملی توسط حکومت سبب شد که نتونست قوای امنیتی افغانستان اما انسجام بیشتر بگیره، اما شکلی را که یا اما ریفرمایی که به وجود آمده بود که پیش میرفت طی سالهای گذشته به عوض از اینکه سال به سال بهتر شود در کیفیت از او بهتر شود، ما وعده داده بودیم که اردوی نو ساخته میشه، اردوی مدرن ساخته میشه، ظرفیت سازی میشه و بالاخره نهادهای امنیتی و نظامی ما به شکل ملی می باشه. خب مشکل
اگر در جزئیات یک قسمت کارا شده، چی در اردو، چی در پلیس و امنیت ملی، تا جایی که به خاطر داریم. اما متاسفانه کس فکر نمی کرد که سالهای بعدی اشتباهات سیاسی قسم پیش میره که در داخل ارگانا، سه ارگان مهم است که نه تنها مشکلات عدیدی به وجود بیاید که دشمن فکر نمی شد که مثلا در 2004 ما فکر نمی کردیم که در سال 2014 10 سال بعد دشمن که در اون وقت جرأت از این نداشت، اصلا چیزی به نام حمله انتحاری موجود نبود. اصلا کس جرأت نمیکرد که از پاکستان یا سرحدات افغانستان عبور کنه به این خاطر. اگر عبور هم میکرد دستگیر میشدن. همکاری مردم موجود بود. افغانستان به این اندازه قوی بود که در بیرون سرحدات خودم نیروهای استخباراتی داشتن و باید داشته باشن به دفاع از وطن. به هر صورت متاسفانه زیاد همه اعضای کابینه، شورای امنیت، همه اینا در بخش سیاسی تقسیم شد. افغانستان، رهبری افغانستان یا بخشی که اردوی افغانستان، قوای مسلح افغانستان رهبری میکنه، سرقماندانی اعلی، ما نتونستیم یک نهاد مستقل دیگه افراد شایسته اگر در این قسمت تقسیم وظایف میشد یا تفویض صلاحیت ها میشد، خب ساختار نظام و ساختار ریاستی مطلقه به این شکل است. مثلا باید در قسم میشد که معاونین رئیس جمهور یا رئیس شورای امنیت یا این نهادهای دیگه مستقیما نهادهای امنیتی و نظامی و اینا را زیر نظر می داشتن. مجموعی از این اشتباهات یا کمکاری ها سبب شد که امروز ما رسیدیم به نقطه‌ای که مردم ها بعضا رنج می بردن. آقای سروری، دو مورد. من تقریبا 2 سال پیش به چندین ولایت یک سفر داشتم. چند نمونهش میخوایم براتون بگویم. از جمله در شمال افغانستان، مثلا در بغلان، در قندوز و بدخشان. در قندوز مسئله موجودیت نیروهای مسلح غیر مسئول و کسایی که میگفتن ایره خود امریکایی‌ها برشون تفنگ دادن، زمان از اینا به عنوان یک نیروی جنگی در این مناطق استفاده میکردن، امروز اینا خود به یک مشکل جدی مبدل شده. و امروز زمانی که خبرهایی را از قندوز میشنوم به یاد میام 2 سال پیش که این خطر جدی را مقام‌های محلی قندوز اشاره میکردن بهش. اول ای که آیا واقعا آمریکایی‌ها نمیفهمیدن که چه بکنن برای مبارزه با طالبان، ترور یا هر چیزی که شما برش نام میگذارین؟ دومی که آیا نیروهایی را که شما امروز تصویرش ما بخوایم ارائه بکنیم برای کدام جنگ اینا مهیا هستن؟ جنگ استخباراتی برش میگن، جنگ گوریلایی برش میگن، یا حالا جنگ جبهه‌ای که پاکستانی ها هم گپ میزنن و صدای شما میشنوین؟ بله، ببینیم در این شکی نیست که اشتباهات قبلا هم گفته شده دو جانبه است. چیزی که مربوط به حکومت افغانستان میشد تا جایی که ما در ذهن دارم عملا بودیم، با پیشنهادات معقول و غیر معقولی که توسط اداره آقای بوش در وقت پیشنهاد میشد که طبعا نابلد بودن به مسائل افغانستان. اگر به مسائل کلی منطقه بلدیت داشتن و حضور داشتن، پایگاه داشتن، ولی خاصا در قسمت افغانستان بعد از سالیان بسیار طولانی اولین بار بود که عملا درگیر میشدن و پیشنهاداتی که اونا داشتن یک قسمت از او امرا با اشتباهات بود. حکومت افغانستان اداره موقت، اداره انتقالی و بعد از اون تا جایی که در تلاش انجام داد، ولی این تلاش یک قسم نبود که با رهبری حکومت اما یک نظر باشند، یک نظری نبود. این سبب شد که یک تعداد قوای همکار یا کمک کننده تصمیم بگیرن، مثل که بیشتر شما مثال دادین که بیشتر امریکا و یک قسمت هم انگلستان بودن، اینا قوای خاصی را به وجود بیارن کمکی که خودشان از اختیارات خود استفاده کردن. به حکومت افغانستان هم هماهنگ نبوده. مثال قندوز شاید که شما چون جزئیاتش به دست آوردین، یکی از این مثالا بوده. در سرحدات افغانستان یک ابتکار خوبی بود که پسان در بعضی ارگان‌ها به وجود آوردن که قوای سرحدی افغانستان یا بخش سرحدات پلیس حمایت شود و ضرورت هم بود. یعنی ضعف نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان دی بود که بیشتر خانم شکریه بورگزایی که گفتن و از اول هم این نظر بود که سرحدات افغانستان که امن نسازیم و قوای بین‌المللی که در اونجا بیشتر همکاری نکنه، با تانک‌ها و وسایل ثقیل گشت و گذار از اینا مثلا در شهر کابل و بسیار شهرهای دیگه اونقدر زیاد ضرورت هم نبود، جز از اینکه در پایگاهشان تردد داشتن. یک اشتباه عظیم بود که اونا حکومت افغانستان هم بعدا نتونستن، ما بیشتر هم اشاره کردم، بعدا نتونستن همین امانگیر به وجود بیارن که ضرورت همون نیروهای محلی دیگر چیست. خب در سرحدات افغانستان خوب است از نیروهای محلی به هر شکلی استفاده بکنن، ضرورت هم بود و این به خاطر مبارزه علیه تروریسم طبعا افغانستان متحد بود. در ولایات شمال او چیزی که شما گفتین از او بیشتر هم
تشویش ها پیدا شد. یعنی یکی از تشویش هایی که این باید حکومت، البته بعد از دوره که ما وقت در امنیت نبودیم، از بعد از 2004 به بعد تا 2010 حکومت حتما بعض مثالایی را دادن ولی زیاد توضیح نداده به مردم افغانستان. تشویشی بود که نیروهایی که در پایگاهی در جنوب ساخته میشه مثل طالبا و اینا توسط هلیکوپتر شبانه انتقال میشن، مشخصا در بعض پایگاه. و البته ما تحلیل ما است که اونا شاید منظورشان بوده مثلا بعضی نیروهای استخباراتی که من نام نمیگیرم مربوط به کدام کشور، اینا خواستن که یک نوع طالبایی بسازن که فراگیر از افغانستان بیرون سرحدات افغانستان، بیشتر اشاره کردم که افغانستان باید تمامیت ارضی خود حفظ کنه، که در شمال افغانستان از در آسیای میانه علیه چین یا روسیه یا آسیای میانه استعمال شوند. شاید بیشتر منظور او کشورها قسم بود، ولی در این قسمت حق از اینکه نداشتن که از خاک افغانستان بدون اجازه مقامات افغانستان یا خود رئیس جمهور افغانستان باید قسمت اشراف می داشتن. این چیزی که اشاره شد، همین نیروها اگر به وجود هم آمدن تردد هوایی هم شبانه داشتن، مثلا در سمنگان، قندوز، بغلان، دی ولایت مشخصا وقت شکایت ها بود و منابع استخباراتی هم تایید میکنن. خب این سبب شد که بعد از اینکه برنامه تغییر کرد و نیروهای جامعه بین‌المللی یا ناتو کم شدن از اونجا و در اولویت‌هایشان تغییر کرد و خروج از افغانستان شروع کردن، این نیروهای مسلح طبعا به سرنوشت ماندن. خب مشکل اینجاست، اونا نه خل سلاح شدن و نه مربوط حکومت افغانستان بودن. یک مسئله است. در قسمت نیروهای موجود افغانستان ما می‌خوایم که این قسم بگوییم که اگر اردوی افغانستان اگر مداخله هر ریاست جمهوری، من میشناسم تمام وزرای کتابال گذشته، شاید مشترک با اکثرش کار کردیم یا در دورهای مختلف دیدیم، یا هم شخصی هم رسمی و تا فعلا شما فکر کنین که مثالای زیادی است که اگر امریکایی‌ها کمک کردن، ناتو کمک کرد، تجهیزات یا ترینینگ، تعلیم، تربیت زیاد، مصارف زیادی شد، اما معلوم است صدها میلیون دلار و سلاح زیادی هم داده شد. وزارت دفاع خودش باید به حد خودی توانمندی یا ابتکار داشته باشه که وظیفه‌ش هم است که در سرحدات افغانستان و جایی که سایر نیروهای امنیتی مثل پلیس وظیفه‌ش نیست و ضعیف هستن باید کمک کنه. شکل کار قسمی شد که صلاحیت‌ها تمرکز کرد در دست یک نفر یا دو نفر. مشکل افغانستان تا فعلا همین است. خب اگر وزیر دفاع یا لویدرستی یا نمیفهم کدام قماندان قلودو خواستن که در یک حوزه فعالیت کنه، این باید اجازه بگیره که با کلاشینکوف فایر کنه. خب امروز گپ در جای رسیده که میبینیم که راکت RPG 7 و آوان وسط هم باید فایر نشه به خاطر اینکه خب مردم تلف نشه. این به معنای است که اردوی ما خل سلاح. در قسمت پلیس علاوه بر اینکه که تعداد زیادتر ضرورت هم است، فشار زیاد بالای پلیس در شک نیست که در قسمت وظایفشان گذاشته شد. بیشتر هم مثال داده شد 20 دقیقه است و من خودم در یکی از سفرهای خارجی در جرمنی شاهد بودم که با فکر می‌کردم پلیس افغانستان باید مجهز به سلاح کمری هم نیست که به چوبای برقی باشه. شما فکر کنین که تفاوت چقدر بود. خب ما با مو وزیر داخلی وقت ما نامش نمیگیرم، گفتم آقای وزیر خودت هر چیزی خارجی ها رو بلی میگی، پیش آقای کرزی هم بلی میگی، بالاخره سرنوشت مردم چند سال بعد چی میشه؟ شما خب باید محکم استاد شوین. ولی خب اونم دلایل خود داشتن، پس به مشکل آور میخوریم. امنیت ملی چون بسیار مسائل چه اسرارش قابل فاش کردن نیست، مسائلی است، ولی اینطور شده که شاید هم در اونجا همکاری زیاد شده، کمک ها زیاد شده از لحاظ تکنیکی، وسایل تکنیکی گپا. من فکر میکنم مجهزترین ارگان کشفی که فعلا بتونه اگر درست مدیریت شود و رهبری سیاسی مداخله منفی نکنه، یعنی صلاحیت داره رهبری دولت در بخشش، شورای امنیت هر روز بهش میخواد، پارلمان حق داره در سطوح مختلف که کمیسیون ها مثلا چیزایی رو بپرسن، ولی مداخله منفی به این معناست که مداخله منفی به معنای یک منفعت شخصی یا گروپی که از این طور ارگان خطرناک مهم اساس آدم بخواد استفاده کنه، باز همین روی وطن دوستی وطن پرستی در سطوح مختلف خدشه‌دار میشه. اما کمکایی که شده به امنیت ملی تا فعلا هم تا جایی که ما هم میشنویم، اینا میتونن در مبارزه علیه تروریسم، حتی عملیاتایی که در شهر کابل توسط توریستا صورت گرفته، یک قسمتش در جلوگیری ازی که پلیس ملی و اردوی ملی اینا همکاری کنن اما هنگ بسازن. ولی مشکل بازم در چی است؟ اینا بسیار تلاش میکنن چیزی را که بعد از 2005 تغییر کرد، متاسفانه که نباید تغییر میکرد. امنیت ملی خود سابق باید نباشه، با وجودی که شرایط افغانستان قسمی بود که افرادی که بیشتر مربوط خود سابق بودن، خب اینا باید قسمی رویه داده میشدن که بی‌طرفانه در یک ارگان به مردم افغانستان خدمت میکردن و جوابگو باید باشن. اما کاری که صورت گرفت، نفوذ عناصر دشمن در پلیس و اردوی ملی افزایش یافت بعد از 2004.
در اون وقت میتونه یک نظر بود شامل می دکترین نظامی و امنیتی که امنیت ملی این حق دارد و در تمام کشورهای دنیا از امریکا شروع تا هر جایی که بریم تا چین و روسیه باید اینا صلاحیت از این داشته باشند که رهبری وزارت دفاع و داخله را همکاری کنند در قسمت تصفیه عناصری که اگه احتمالاً از دشمن است. سیستم قسمی در وقت آمد که به صورت یکباری بعض دوستای همکار کشورهای اروپایی خواستند که سیستم پلیس افغانستان را مثل اروپا میسازیم. این چیزی بود که تا یک 20 سال شاید 30 سال وقت کار داشت. بر صورت امروز بعض ناامنیا از این نقطه هم است عناصری که اونا قبلا نفوذ دادن و شما شاهد هستین که 2 سال 3 سال گذشتاندن در بخش‌های مختلف اردو یا پلیس و اینا حمایت میشن توسط یک کسی که در سطوح مختلف در اونجا هست استخدام شده و اینا ضامن شدن و اینا فکر کنین که فامیلایشون روابطشون بیرون سرحدات افغانستان است. یعنی امنیت ملی میفهمه که اینا تردد دارند در بیرون افغانستان یا بخش‌های استخباراتی پلیس و وزارت دفاع میفهمه که اینا شما فکر کنین که یک طبیع اروپایی اگر میاد در پاکستان یک سفر شخصی میکنه پس میره در لندن اینا چقدر وقت زیر تعقیب پلیس لندن میباشن. در افغانستان این مسئله را بسیار عادی گرفتن و امی عرصه وزارتخانه اجازه نداره که مسائل هماهنگ بسازه. در مجموع گفتم میتونیم که حکومت بعدی است که اینا همین نقاط ضعف بزرگی که موجود است اینا را تغییر بدن، اجازه بدن به ارگانا که خب افراد شایسته باشن، افراد مسلکی باشن، افراد ملی از تمام افغانستان باشن. تا یک سطح خودی ارگانا صلاحیت دارن از کشور خود از مردم خود دفاع کنن، وظایفشان معلوم است. اما در سطح بالا نه تنها هر باید مداخله منفی و شخصی و گروپی نکنه که مثلا ما یک چیز بسیار مهمش میخوایم، اگر ما میخوایم با پاکستان رابطه خوب داشته باشیم به این معنی نیست که صدر اعظم یا رئیس جمهور یا رئیس آیسای ما در یک ملاقات سیاسی در بیرون در سطح رهبری راضی بسازیم و بعد از ارگانهای خود فشار بدیم که شما کوشش کنین که مثلا در این عناصر تروریست دستگیر نشه که پاکستان خفه نشه. به طور مثال یه جمله گپایی بود که در آینده باید سر تمام این مشکلات آدم ارزیابی بکنه. فعلا مشکلات متعددی از در بخشی که شما سوال کردین مشکلات متعددی است که یک مسئله آخریش خود بود که خود مسئولین ماده 3 ارگان که از بعضی از این مسئولین در سطح رهبری منظورم وقتی که وزیر می باشه معیناش می باشه اینا که در شورای امنیت یا کابینه یا تا در پارلمان میرن اینا نه تنها بعضا جرأت نمیکنن واقعیت ها را بگوین که یک مشکل بسیار دیگه است. ای تو فکر میکنن آقای رئیس جمهور پیشانیش ترش میشه، حالا ما تو فکر کنیم که از مردم خود خیلی چطور دفاع کنیم. میشه آدم آبرومندانه استعفا بده در پلی مردم خود قرار داشته باشه. این او قدر اهمیت نداره که کدام وزیر میره. افغانستان باید نگاه شود، از امنیتش باید گرفته شود. در غیر از او ما در داخل شهر کابل در سال 2013 یا 2012 تا بالا فکر میشه صدها عملیات شده که باید صورت نمیگرفت. بعد از اینکه بیش از 100 میلیارد دلار به شکل مستقیم به حکومت افغانستان کمک شده، من پیشتر گفتم نباید این عملیات صورت میگرفت. سپاسگزار. آقای سروری، این مسئله بیاین که از دید طالبان هم به مسئله امنیت ببینیم. یک دیدمی است زمانی که شما میایین سر وضعیت کنونی گپ میزنن، اگر حال میگن ما میتونیم بر 14 ولایت بگونی جبهه‌ای بجنگیم، حالا خردی و بزرگی سر جایش، این نیروهای خارجی اگر کاملا افغانستان رو ترک بکنن و با اون روحیه‌ای که برای جنگ افروزی در درون پاکستان وجود داره، بس خیلی زودی حکومت سقوط میکنه. یعنی حکومت آینده هم اگر بیاید. ما میخوایم دیدتان در 2 مورد داشته باشم. اول ای که واقعا فکر میکنید که موفقیت نسبی بدون پرداختن به مسئله هراس‌افکنی در پاکستان ممکن است؟ دوم، آیا این واقع بینانه خواهد بود که واقعا اگر نیروهای خارجی دیگه نباشه حکومت هم در افغانستان وجود نخواهد داشت؟ موضوع بزرگ رابطه سیاسی یا نوع رابطه سیاسی با پاکستان است. 2 نوع رؤسای جمهور یا زمامدارها داشتیم در طول 4-5 دهه اگر فکر شود زمانش ها وقتی که حیات هم بودن. شخصا مثلا نظرات شده قسمت پاکستان با اعضای شورای امنیت و آقای کرزی هم بودن مشترکاً پیشان رفتیم شنیدیم چی تجارب درباره پاکستان است. سال 2001 که من میگم 2002 اولی که اگر به صورت افراطی عمل شده و طبعا به صورت غیر معقول عمل شده باشه که حمایت ملی تمام مردم افغانستان در اون نبوده باشه، هر حکومتی که کار کرده این قسمی شده که یک فرصت به پاکستان داده، پاکستان تانسته که حتی حمایت امریکا را در پلی خود داشته باشه. همین ما شاهد هستیم، از انگلستان همچنان. خب
یک دوره‌ای که مردم افغانستان جهاد مبارزه علیه اشغال خارجی میکردن، در اون وقت یگانه وقتی بود که اهمیت خود افغان‌ها چی شد. یعنی در اینجا کدام عسکر پاکستانی علیه قوای اشغالگر مبارزه نداشت، صرف یک دهلیز عبور به کمک به مردم افغانستان بود یا به مهاجرین افغانستان که مجبور بودن یا به کشورهای همسایه بودن، پاکستان یا ایران. خب نوع دیگه ای بود که اگر ما یک سیاست کاملا مستقل میگیریم که هیچ پاکستان حق نمیتیم در امور داخلی ما مداخله کنه، که دوره سالهای 1992 تا 1996 بود که تا جای ما بیاد دارم، این سبب میشد که به یک بارگی پاکستان فکر کردن خیلی دلیلی را که امریکا و جامعه غرب آورد ما به شما کمک کردیم، ما حق داریم که در امورتان مداخله کنیم. در وقتی نمی روی افغان‌ها روی افراد ملی، شخصیتایی که در اونجا بودن بیشتر، ولو که کشورهای اسلامی کمک کرده بودن، عربستان یا پاکستان یا ایران، جمله کشورهای بودن شاید بیشترین کمک خصوصا عربستان و پاکستان اگر کردن، معناش پیش مردم افغانستانی نبود که حق مداخله را دارین که شما افراد و وزرا و کسای سیاست‌هایتان اینجا تطبیق کنید. به هر صورت این مثلا سبب شد که اونا بتونن که جهان غرب دوستای استراتژیک که خدا فریب بتن، بالاخره یک نقطه پیدا میشه که نقطه منافع مشترک اونا علیه مردم افغانستان قرار گرفتن که طالب سازی کردن. میفهمیم بحث طالب سازی هم طبعا منافع اقتصادی و گپای پروژه اقتصادی هم بود که در اون وقتش بسیار تا فعلا هم جریان داره که از اونجا شروع شد. ما دوره جدید دالاتی را که رئیس جمهور فعلی افغانستان 13 سال پیش ما به خاطر دارم، به نقطه نزدیک شده بود که اعلان جنگ با پاکستان کنه. ما رفتیم پیش بابای ملت که بپرسیم که شما تجربه تان از دوره قبلی که جنجال‌های پیدا شده در وقت داود خان صدراعظم بود چه قسم شود؟ از اون وقت دوره تا 2004 یادم است یک 4 بار آقای کرزی نظرات خود تغییر داد. یعنی ما نمیتونیم که با پاکستان میتونیم که استاچه در مقابل هر کشور خارجی است، اگر کشور اسلامی یا غیر اسلامی تجاوز کنن در افغانستان پیش ما خارجی حساب میشه، اما باز نمیتونیم که به یک باری امتیازی رو بدیم که ملت تو را نخواه. خب پاکستانی ها از تمام این مسائل استفاده کردن و تونستن که رهبری حکومت، یعنی مشکل این است که همیشه یک کشوری مثل پاکستان در یک صورت میتونه موفق شود با سیاست های افغانستان ضعیف بسازه اگر نفوذ کنه در حلقه ریاست جمهوری افغانستان. در دورهایی که ما براتون گفتم زمان شاه نمیتونستن، زمان داود خان نمیتونستن، مثلا در دوره دگام نمیتونستن به اون شکل. در این دوره مشکل ما شد که پاکستانی ها احساس کردند که وقتی جامعه بین المللی پلی افغانستان است ما باید نفوذ سیاسی داشته باشیم، مداخله بیشتر نمیتونیم. حالا در قسمت عناصر تروریست و طالبا و کسایی که میتونه پاکستان کنترل بکنه، پاکستان خواهان چند امتیاز از افغانستان است. حداقل حکومت ما، دولت افغانستان باید میتونست در یک مورد دو مورد به توافق میرسید. بزرگترین مسئله سرحد است. امروز شما میبینید که خود افغانستان آتشی را در میته که او را به صورت شخصی گفته میشه. اگر پارلمان افغانستان تصویب کرده باشه کدام مصوبه را که دور گفته باشه ما سرحد افغانستان به رسمیت نمیشناسیم، بعد از شما در مشکل شمال افغانستان مواجه میشین و غرب افغانستان با ایران و با سایر کشورها. ای از موضوعاتی بود که پیشتر من گفتم به اثر نفوذ بعضی سازمان‌های استخباراتی، بعضی یک بخشی از ISI تونست که ذهنیت برای جمهور افغانستان بده که این به نفع شما میتونید مسائل ملی و قومی را در افغانستان منسجم بسازین علیه پاکستان. این برعکس نتیجه داد. خب مسئله مسئله آبهای افغانستان است. افغانستان حق داره از آبهای خود استفاده کنه مطابق قوانین بین المللی. به اونا مربوط نیست که بند گلبار چی وقت جور میشه در علم مثلا جنجال ده. این فیصله هایی که قبلا دولت های افغانستان انجام داده، حکومت افغانستان متاسفانه در این قسمت با قوت عمل نکرد. همیشه باید با یک چهره دوست دید. بالاخره میتونم گفته که عناصر تروریست که با استفاده از این پروسه انتخابات یا مراحلی را که فکر میکردن به نفعشان استفاده کردن، در مجموع ضعف حکومت افغانستان یا شرایط برشان اجازه داده بود. ولی من فکر میکنم حکومت جدید افغانستان مصممتر خواهد بودن و با پاکستان و با سایر نیروهایی که مداخله میکنه سازمان‌های تروریستی بسیار مشکل خواهد بود، چون پیشتر گفته شد در این بحث که حکومت بعدی آری از فساد باشه. این فساد تا هر ریاست جمهوری رسیده. هر وقت ما تونستیم میزان فساد پایین ببریم، نفوذ استخبارات خارجی، نفوذ عناصر تروریست از بین میره و نیروهای امنیتی موفق میشه. آقای صمد، با عنوان سوال آخر و خیلی کوتاه اگر پاسخ بدین،
اما نقاط ضعف قوتی که در نیروهای امنیتی افغانستان و نگاه آمریکایی ها نسبت به آینده نیروهای امنیتی افغانستان وجود داره، برش اشاره شد. در آخر با توجه به وضعیت موجود آیا فکر میکنید که حکومت آینده که حالا زمزمه از آمدنش وجود داره میدان جنگ خونین‌تر را حتی تجربه خواهد کرد؟ بله، اگر حکومت بعدی مثل که گفته شد، خانم بارکزای هم گفتن، حکومت بعدی صرف مهم نیست کی رئیس جمهور میشه، کدام گروه ها بین خود یک جا شدن یا ائتلاف. مهم این است که بیشتر گفته شد، آقای صمد هم گفت، اشتباهات فاحش سیاسی که مردم افغانستان از حکومت دور کرد. اگر حمایت مردمی به حکومت بعدی و به رئیس جمهور بعدی و به تمام اعضایش نباشه، چیزی را که شما سوال کردین، تروریست ها بیشتر موفق خواهد شدن، خدا نخواسته، و به جامعه جهانی هم بسیار مشکل است که از هر افغان ما، از هر نهاد ما، اساکر امریکایی و انگلیسی و فرانسوی به اینجا حمایت کنه، در حالی که کارها را کردن. بنابراین حکومت بعدی بنیادی باید داشته باشه که به اساسی که فعلا توافقات به هر شکل است و حمایت جامعه بین المللی بسیار مهم است، حمایت مردم افغانستان مهمتر از اوست. یعنی بسیار ما میخوایم تکرار کنیم، حمایت مردم افغانستان مهمتر از او است که یک رئیس جمهور فکر کنه که باز آقای اوباما هر لحظه بتونه طیاره F-16 اجرا کنه. نمیشه. بنابراین این حکومت ایره که در آینده جور میشه هر قدر بیز مردمی و مشترک و یک نوامدلی داشته باشه و حکومت قدرت یعنی قسمی باشه که اما سطوح تا سطح ولایات افغانستان و ولسوالیا اختیاراتی که به اعضای حکومت از اونها از اختیارات خود به صورت معقول بتونن مطابق یک سیستم جدید که دو باید اصلاحات در ساختار سیاسی افغانستان، اصلاحات مطابق قانون اساسی افغانستان به وجود بیاد. در اون صورت من اطمینان دارم که جامعه جهانی هم همکاری خود بیشتر میکنه و هم تروریست‌ها و دشمنان افغانستان موقع پیدا نخواهد کرد. سپاسگزار از خانم شکریه بارکزای عضو کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان، آقای عارف سروری رئیس پیشین امنیت ملی و آقای عمر صمد دیپلمات پیشین. از شما نیز سپاسگزار که تا حال بیننده تولو نیوز و تولو بودید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.